عشقای دل، حالتون چطوره؟ خوش اومدی به یه ویدیو از چنل خودتون. بچه ها، من حسین هستم و در خدمت شما هم با یه دونه ویدیو جدید. خیلی وقت حالا ویدیو نذاشتم و دلایل خودم، حالا خستگی و دیگه نمیکشیدم برای یوتیوب و اینجور چیزا. چون این چنل فقط اولین چنلی نبوده که من توش فعالیت داشتم، چنل دیگه بوده دیگه. قالی علاقه خاصی هم نداشتم، ولی حالا یه چیزی پیش اومد که منو دوباره برگردون و یه ذره امیدوار شدم. خب دوستان، ببینید همونطور که خودتون میدونید قراره بهتون یه چیتی معرفی کنم که تمام بازی ها رو بتونید باش حالا چیت بزنید و کارتون رو راه بندازه. بر حالا تمام بازی ها میتونه مثلا یه نمونهش MTA نباشه، حالا چون سرور خاصی داره و نمیشه روشون چیت زد. ولی بازیایی مثل یورو تراک، مثل دیوور، مثل حالا هر بازیایی که هست خودتون حالا میدونید میتونید چیت بزنید و ازش استفاده کنید. برای این کار شما به ویمود نیاز دارید که این برنامه‌ای که اینجا هستش. ویمود حالا نیازی به فیلتر شکن و نمیدونم به قول خودمون تحریم شکن و اینجور چیزا نداره. شما برای اینکه ویمود رو بخواید دانلود کنید زحمت میکشید، میین داخل گوگل کرومتون و اینجا مینویسید چی؟ ویمود. به همین انگلیسی مینویسید ویمود. اولین سایتی که میاد بالا مال سایت اصلی ویموده. شما میتونید مشاهده کنید، دانلود رو میزنید روش و مستقیم حالا میبرتون توی پنل دانلود. میبینید که حالا دانلود شد، به این صورت هم دانلود میشه. حجم خاصی هم نداره، خودتون میتونید مشاهده کنید که 141 کیلوبایت. ما میایم ویمود رو بازش میکنیم که حالا بهتون بگم چجوری باید با ویمود اصلا کار کنید و ویمود به قول خودمون چجوری باید مراحلش رو بریم، چجوری باید به قول خودمون باهاش کار کنید که به مشکلی بر نخورید، خطا اروری چیزی. ببینید دوستان، یه نکته ای هم در مورد ویمود بگم. بازی‌هایی مثل دیوور که حالا من خودم این چیت رو روش تست کردم، برای تست انجام دادم دیوور رو. ببینید بستگی داره به اون بازی. مثلا بازی جوریه که حالا گزینه‌هاش الان میاد اونجا بهتون توضیح بدم، فکر کنم بهتر باشه. ببینید تا این داره آپدیت میکنه، فعلا حالا آپدیت نشده بوده، حالا آپدیت کنه ما بهتون توضیح بدیم. توی این بخش شما با حالا با داخل همین برنامه‌ای که الان هستش به نام ویمود، با F1 و F2 و F3 F4 حالا کلا با این افا کار داریم. ببینید مثلا بر فرض مثال توی دیوور F1 به معنی فریز کردن اون طرفی که حالا میخواد بیاد بگیرتت و اینجور چیزا. F2 مثلا برای اینه که درا رو مثلا بتونی باز کنی بدون کلید. اگه بازی کرده باشه خودتون میدونید چی دارم میگم. حالا اگه شما توی بازی، چون داخل دیوار بچه‌ها دیوار یه بازی ترسناکیه برای کسی که نمیدونن، میاد حالا یارو میگیرتت و میکشتت. یه گزینه داره به نام نو دمیج، مثلا F5. اگه اونو روشنش کنید یارو بیاد بگیرتتون، اونجا باگ میشید. شما به قول خودمون باید بازی رو از اول ببندید و اینجور داستانا. پس اینو بدونید که باید چه گزینه‌هایی رو فعال کنید، چه گزینه‌هایی فعال نکنید. این تقصیر این برنامه چیت نیست، تقصیر یه اون بازی و حالا اینجور داستانا. ببینید حالا آپدیت هم شد که گفته حالا این آپدیتی که اومده چی بوده. ببینید دوستان، پسورد چی زده بودم قبلا. خب ببینید دوستان، این صفحه که مشاهده میکنید در اصل به قول خودمون لابیه حالا ویموده یا همون هوم ویموده. ببینید خودتون دارید میبینید اینجا من قبلا دیو رو باش بازی کرده بودم. حالا برای شما که میخواین تازه یه بازی رو اد کنید داخلش، میایین تو بخش سرچش. مثلا بر فرض مثال من حالا چون دیوار زده بودم اینجا می‌نویسم دیوار، برای اون میاره. بچه ببینید این منوشه، قشنگ نگاه کنید. گفتم F1 داره، F2 F3 F4 حالا F رو داره که گفته فریز آنا، منظورش همون شخصی که میاد میگیرتتون. حالا یووی تونه که باتری مثلا یووی تون تموم نشه. این مثلا فلشتونه، چراغ قوه‌ای که دارید. باز کردن درها، دمیج، نو دمیج همون که گفتم مثلا نباید تو این بازی فعال کنید. و سوپر اسپید که همون سرعتتونه. ببینید شما قبل از اینکه بیاین این گزینه‌ها رو روشن کنید لازمه که شما بیاین روی این پلی بزنید و حالا کانفریم همچین چیزی بزنید روشنش کنید. ببینید من الان چون گیمم باز نیست نمیدونم وصل میشه یا نه، ولی امیدوارم که وصل بشه. فکر کنم گیمم داره الان باز میکنه خودش، حالا نمیدونم چجوریه. ببینید گیمم الان باش باز شد. حالا زمانی که شما گیم رو باز میکنید
مچی که استارت میکنید یه پنجره ویندوز رو یه بار رو کیبوردتون که هست کلیک میکنید، میاد روی صفحه ویندوزتون. شما روی صفحه ویندوز که اومد میایید روی ویمود و گزینه های، حالا چون میگه استریم بازی باز نمیشه، میگه گزینه های حالا فریز آنا و اینجور چیزا رو با همین F1 و F2 اینجور چیزا خودتون روشن میکنید و استفاده میکنید. برای تستش هم بچه من واقعیتا سیستمم نمیکشه که بخوام الان ریکورد بگیرم تستش هم بهتون نشون بدم، پس حالا اینجور چیزاش توضیح نمیدم. بچه ها ببینید بازی متنوعی هستش، حتی یورترا که بقول خودم اصلا نیاز به چیت نداره، داره میگه بعد حالا داره یه چیزایی که مثلا ازش استفاده کنی، مکس لول نمیدونم، حالا چیزای زیادی داره، مانی که مثلا لیمیت مانی رو برمیداره که شما حالا پولای بیشتری بگیرید و اینجا حرفا. یه مطلبی هم هست، شاید الان بگین چرا اینجا اد گیم زده اونجا زده بود پلی. بچه شما برای اینکه بخواین وصلش کنید مثلا به گیمی که دارید باید بیاین اد گیم اینجا رو بزنید، بیاین تو اد گیم. خب مثلا لانچر گیمتون رو پیدا میکنید، مثلا من دیوور اینجاست، بعد حالا سیوش میکنید به همین راحتی و سادگی. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی، امیدوارم که این ویدیو به دردت خورده باشه و کاربردی باشه واسه. لایک و سابسکرایب ویدیو یادت نره، حتما چنل ما رو سابسکرایب کن، ویدیوهای خفن‌تری هم تو راه و مرسی.